قریب 11 سال می شود که از فرزندی پدر محروم گشت. البته با امر تقدیر و چقدر سخت است مرگ فرزندی پدر، بسیار وسیع. و من آرزو میکنم که یکم مادر مرگ فرزندی خود را نبیند و مادری من باشد تا با این روز آبی دیدم ایرز. قناتم شکست، دنیام تاریک شد، زندگی پیچ و تابم بی‌معنی شد. و 7 سال می شود که برادر خود را در غریبی می کوبد. به جای قدمگاهش رفتم اما او را نیافتم و فرزندانش بیافتم. خداوندی مهربان، شکرانه میکنم که از او 2 فرزند نشان داد. منصور جان و مانیکا، چه کنم از گذشته فقط یاد او در دل ما، نگاه گرم، چشمان مهربانش. برادر، خونی جگر، صفا جان.